سوره آل عمران. به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. الف لام میم. این الله است که هیچ خدایی جز او نیست، خدایی که زنده و پاینده است. او به حق کتابی بر تو نازل کرد که کتب آسمانی پیشینیان را تایید می کند و قبل از آن تورات و انجیل را نازل کرد برای راهنمایی مردم و قرآنی فرستاد که جدا کننده حق از باطل است. بدانید کسانی که آیات خدا را انکار کنند عذاب سختی در انتظار آنان است و خداوند مقتدر کیفردهنده ناسپاسان است. هیچ چیزی در زمین و آسمان بر خداوند بزرگ پوشیده نیست. اوست که شما را در رحمها آنطور که صلاح می داند شکل می دهد و صورتگری می کند. بدانید که هیچ معبودی جز او نیست، خدایی که قدرتمند و حکیم است. او همان کسی است که قرآن را بر تو نازل کرد، کتابی که هم دارای آیات محکم است که این قسم اصل قرآن است و هم دارای آیات متشابه است. بدین سان آنها که قلبها و نیاتشان منحرف است به خاطر ایجاد فتنه و ارائه تفسیری نادرست به سراغ متشابهات می روند، در حالی که عمق معنای ناب آنها را کسی جز خداوند بزرگ نمی داند. و آنها که در راه علم و دانش ثابت قدم و استوار هستند می گویند ما به قرآن ایمان داریم، تمام آن از جانب پروردگارمان است و این نکته را کسی جز خردمندان در نمی یابد. پروردگارا، قلب‌های ما را به سوی ناحق متمایل مکن، آن هم بعد از آن که هدایت و راهنمایی من کرده ای، و رحمت الهی را شامل حال من گردان، زیرا تو بسیار بخشنده ای. ای پرورنده ما، همانا تو گردآورنده همه مردمی، آن هم در روزی که هیچ تردیدی در وجود آن نیست. بدانید خداوند از وعده‌اش تخلف نمی کند. کسانی که در زندگی راه ناسپاسی و کفر پیش گرفتند، اموال و اولادشان هیچ سودی برایشان نخواهند داشت و ناسپاسان خود هیزم آتشند، زیرا آنها به شیوه فرعونیان و گذشتگانشان آیات ما را دروغ پنداشتند و به خاطر گناهانشان خداوند آنان را مورد بازخواست قرار داد. بدانید که مجازات خدا سخت است. به همه کسانی که کفر و ناسپاسی وجودشان را فرا گرفته بگو به زودی شما شکست خورده و سرافکنده در جهنم جمع خواهید شد و چه جایگاه بدی است جهنم. هنگامی که آن دو سپاه روبروی هم قرار گرفتند در آن عبرتی برای شما بود. یک گروه در راه خدا نبرد می‌کرد و گروه دیگر کافر بود و کفار به چشم ظاهر مجاهدان را دو برابر می‌دیدند. این گونه است که خداوند هر که را بخواهد یاری می‌دهد. بدون تردید این برای صاحب نظران عبرت است. به چشم مردم جهان مواهب دنیا از قبیل برخورداری از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره، اسب‌های ممتاز و چهارپایان و زراعت وسوسه انگیز شد. بدانید اینها سرمایه‌های زندگی پست مادی است، در حالی که سرانجام نیک و حیات جاودان نزد خداوند بزرگ است. ای پیامبر، بگو آیا می‌خواهید شما را به بهتر از اینها آگاه کنم؟ کسانی که حرمت فرمانهای الهی را نگه دارند، نزد پروردگارشان بهشت‌هایی دارند که نهرها در آن جاری است. آنها با همسرانی پاک در زیر چتری از خوشنودی خداوند جاودانه خواهند زیست. و بدانید خدا به امور بندگانش بیناست. همانهایی که خالصانه میگویند پروردگارا، ما ایمان آورده ایم، تو نیز از گناهان ما درگذر و ما را از عذاب آتش حفظ کن. همانهایی که در سختی ها صبورند، در نیت و گفتار صادقند، مطیع امر خدایند و برای خوشنودی خداوند انفاق می کنند و سحرگاهان بیدارند و آمرزش می طلبند. خداوند گواهی می دهد که جز او معبودی نیست.
فرشتگان و حاملان علم نیز همین گواهی را می‌دهند. همو که برپا کننده عدل و داد است. حقیقتا خدایی جز او نیست. قدرتمند و حکیم است. بدانید که دین در نزد خداوند اسلام یعنی تسلیم بودن در برابر حق است و اهل کتاب از آن عدول نکردند مگر بعد از آن که از حقانیت آن آگاه شدند و از روی حسادت راه مخالف پیشه کردند. و هر کس آیات روشن و حیات بخش خدا را نپذیرد بداند که خدا همه حسابها را به سرعت رسیدگی خواهد کرد. و اگر مجادله خصمانه را با تو آغاز کردند بگو من تمامی وجودم را به خداوند واگذار کردم. حتی کسانی که پیرویم می کنند این گونه هستند. و باز به اهل کتاب و به بی سوادان بگو آیا شما هم تسلیم خداوند شده اید؟ که اگر چنین کنند به راه سعادت هدایت خواهند شد. و اگر هم به حقیقت پشت کنند بر تو ضرری نیست. زیرا تو یک ابلاغ کننده ای و خداوند بزرگ بر حال بندگانش بیناست. کسانی که به آیات خداوند کفر ورزیده و آن را نمیپذیرند و پیامبران را به ناحق میکشند و خون مردمی را که امر به عدالت میکنند میریزند و عذابی دردناک بشارت ده. دستاورد اینها در دنیا و آخرت تباه شده و هیچ یاوری نخواهند داشت. آیا آنهایی را که بهره ای از کتاب داشتند ندیدی؟ همین که دعوت شدند تا کتاب خدا در مورد آنها قضاوت کند، عده‌ای از آنها آگاهانه رویگردان شدند و از حکم خدا سر باز زدند. این به خاطر آن است که گفتند فقط چند روز محدودی در آتش خواهیم بود و این دروغ و خودگول زدن باعث گستاخی آنان در دینشان شد. چه حالی خواهند داشت وقتی آنها را در روزی که در آمدنش هیچ تردیدی نیست گرد آوریم و پاداش عملکرد هر کس بی کم و کاست داده شود، بی آنکه ستمی به کسی روا گردد. بگو ای خداوند بزرگ، صاحب حقیقی ملک و فرمان روایی تویی و آن را به هر که بخواهی میدهی و از هر که بخواهی میگیری. هر که را صلاح بدانی عزت و اقتدار میبخشی و هر که را صلاح بدانی ذلیل و خوار میکنی. اصلا همه نیکی ها به دست توست، زیرا تو بر هر کاری توانایی. شب و روز را از دل یکدیگر در میآوری. زنده را از مرده بیرون میکشی و مرده را از وجود زنده. و هر که را بخواهی رزق و روزی بی حساب تقدیم میکنی. اهل ایمان نباید به جای مؤمنان منکران حقیقت را دوست و تکیهگاه خود بگیرند. پس اگر کسی چنین کند رابطه‌اش را با خدا قطع کرده مگر آنکه از آنها بپرهیزد. خداوند شما را از نافرمانی خیش برحذر می دارد و بدانید که سرنوشت همه به سوی خدا ختم می شود. بگو هرچه را در دلتان مخفی کنید یا آشکارش سازید خداوند از آن آگاه است. بلکه خداوند از آنچه در آسمان ها و زمین است باخبر است و بدانید که خدا بر هر کاری تواناست. روزی که هر کس دستاورد خوب و بد خود را در برابرش ببیند آرزو می کند کاش میان او و دستاورد بدش فاصله‌ای طولانی بیفتد. خداوند شما را از نافرمانیش برحذر می دارد زیرا خدا بر بندگانش بسیار مهربان است. بگو اگر به راستی خدا را دوست دارید از من تبعیت کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد و از گناهان و خطاهای شما درگذرد. زیرا خداوند بسیار آمرزنده و باگذشت است. بگو از خدا و پیامبرش اطاعت کنید. چه اگر سرپیچی کنید بدانید خداوند ناسپاسان را دوست ندارد. این خدا بود که آدم و نوح و خاندان ابراهیم و عمران را بر همه جهانیان برتری داد. نسل‌هایی که برخی از دل برخی دیگر به وجود آمدند و خداوند شنوا و داناست. یاد آورید هنگامی که همسر عمران گفت پروردگارا نذر کرده ام تا این طفلی که در شکم دارم آزادانه و با تمام وجود در خدمت تو باشد. پس این نذر را از من بپذیر که تویی شنوا و دانا.
و هنگامی که از زایمان فارغ شد گفت پروردگارا، فرزند من دختر است، در حالی که خداوند از ابتدا می‌دانست او چه خواهد زایید و پسر همچون دختر نیست. نام او را مریم گذاشتم و او و فرزندانش را از دست شیطان رانده شده به پناه تو می‌آورم. پس خداوند بزرگ آن دختر را با خوشنودی تمام از مادرش پذیرفت و او را به زیبایی تمام پرورش داد و سرپرستیش را به زکریا سپرد. و زکریا هر وقت به محراب عبادت مریم وارد می‌شد، می‌دید که در کنار او غذایی آسمانی است. از او پرسید: ای مریم، این غذاها از کجا برای تو می‌آید؟ و او جواب داد: از جانب خداوند بزرگ، و خداوند هر که را بخواهد بدون حساب روزی می‌دهد. اینجا بود که زکریا دست دعا به سوی پروردگارش بلند کرد و گفت: پروردگارا، مرا از سوی خودت فرزندی پاک و نیکو عطا کن که تو شنونده دعایی. پس فرشتگان خدا او را در حالی که ایستاده در محراب مشغول نیایش بود ندا دادند که خداوند تو را به فرزندی به نام یحیی بشارت می‌دهد، همو که تایید کننده کلمه خدا خواهد بود، فرزندی که هم بزرگوار است و هم مبرا از هر عیب نفسانی و پیامبری از جماعت نیکوکاران است. زکریا گفت: پروردگارا، چگونه میتوانم فرزندی داشته باشم در حالی که پیر و سال خورده ام و همسرم نیز نازاست؟ پاسخ داد: این گونه خداوند هر کاری که بخواهد انجام میدهد. زکریا گفت: پروردگارا، نشانه ای بر من پدیدار کن. پاسخ داد: نشانه تو این است که 3 روز با هیچ کس سخن نگویی مگر به اشاره. پروردگارت را بسیار یاد کن و در هر صبح و شام او را تسبیح گو. یاد آورید هنگامی که فرشتگان به مریم گفتند خداوند تو را انتخاب کرده و تو را پاکیزه گردانیده و تو را بر همه زنان عالم برتری داده. ای مریم، از پروردگارت اطاعت کن و او را سجده نمای و با تعظیم کنندگان خدا همراه شو. این از اخبار نادیده است که به تو ای پیامبر وحی می‌کنیم. زیرا آنگاه که قرعه زدند تا مشخص شود چه کسی کفالت مریم را عهده‌دار شود و کار به نزاع کشید، تو در میان آنان نبودی. یاد آورید آن هنگام را که فرشتگان به مریم گفتند ای مریم، خداوند تو را به کلمه ای از خودش که نامش مسیح عیسی پسر مریم است بشارت می‌دهد. او کسی است که در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربین درگاه الهی است. او چه در گهواره و چه در بزرگسالی با مردم سخن می‌گوید و او بدون تردید از نیکوکاران است. مریم گفت: پروردگارا، چگونه پسری داشته باشم در حالی که هیچ مردی با من تماس نداشته؟ فرمود: این گونه خداوند آنچه بخواهد خلق می‌کند. چون اراده بر کاری کند فقط میگوید باش، پس بیدرنگ موجود میشود. و خداوند به او علم حکمت و کتاب و تورات و انجیل را میآموزد. او پیامبری برای قوم بنی اسرائیل است، در حالی که میگوید من از جانب پروردگارتان با معجزه نزد شما آمدم. میتوانم برایتان از گل مجسمه‌ای به شکل پرنده بسازم، در او بدمم و به اذن خدا پرنده شود. می توانم کور مادرزاد و شخص برص گرفته را شفا دهم. می توانم به فرمان خداوند مرده را زنده کنم و حتی می توانم شما را از آنچه که می خورید یا در خانه هایتان ذخیره کرده اید آگاه کنم. و همه اینها معجزه‌ای برای شماست. امید آنکه حقایق را باور کنید. تورات را تایید می کنم و آمدم تا چیزهایی که بر اثر گناهان گذشته بر شما حرام شده حلال گردانم. من با معجزه‌ای به فرمان خداوند به سوی شما آمدم. پس حرمت فرمان خداوند را نگه دارید و از من اطاعت کنید. الله پروردگار من و شماست. او را بپرستید که راه راست و درست همین است. هنگامی که عیسی کفر و ناسپاسی را در وجود آنها حس کرد گفت:
چه کسانی مرا در راه خدا یاری می کنند؟ و حواریون گفتند ما یاران خداوندیم و به او ایمان داریم. گواه باش که ما در این راه تسلیم خدا شده ایم. پروردگارا، ما به آنچه نازل کرده ای ایمان آورده ایم و پیامبر تو را تبعیت می کنیم. پس نام همه ما را در فهرست شاهدان حق مکتوب کن. ناسپاسان مکر کردند، خدا هم مکر کرد. بدانید خداوند بهترین مکر کنندگان است. هنگامی که خدا گفت ای عیسی، تو را از میان آنها بر می گیرم و به سوی خود بالا می برم و از جمع ناسپاسان دور می سازم و تا روز قیامت کسانی که از تو تبعیت کردند بر ناسپاسان کفر پیشه برتری می دهم. سپس همگی شما به سوی من باز خواهید گشت و بیشک در آنچه اختلاف کرده اید حکم خواهم کرد. اما آن کسانی که کفر و ناسپاسی پیشه کرده اند، آنها را هم در دنیا و هم در آخرت به عذابی سخت گرفتار خواهم کرد، در حالی که هیچ یار و یاوری ندارند. اما آنان که ایمان آوردند و عملکردشان سراسر خوبی و خدمت است، خداوند پاداششان را تماما پرداخت می کند. بدانید خداوند ستمکاران را دوست ندارد. اینها آیات و یادآوری های حکیمانه است که بر تو می خوانیم. مثل خلقت عیسی نزد خداوند چون خلقت آدم است از خاک. آن هنگام که به او گفت باش و بیدرنگ موجود شد. این سخن حق از پروردگار توست. پس از تردید کنندگان مباش. هر کس در این موضوع با تو به مجادله و ستیز برخیزد، آن هم بعد از آن که بر حقیقت آگاه شده ای بگو بیایید تا هم ما و هم شما خود و فرزندان و همسرانمان را در یک جا گرد آوریم و مباهله کنیم و بیدرنگ بخواهیم تا نفرین خداوند بر گروهی که دروغ میگوید فرود آید. اینها همه داستانهای درستی است و هیچ خدایی جز الله نیست. او خدایی قدرتمند و حکیم است. ای پیامبر، اگر از ایمان به حقایق رویگردان شدند، بدان که خداوند کاملاً بر مفسدان آگاهی دارد. بگو ای اهل کتاب، بیایید زیر چتر کلمه و باوری که بین ما و شما مشترک است. و آن چیزی نیست جز آن که غیر خداوند را نپرستیم و هیچ شریکی برایش قائل نشویم و برخی از ما برخی دیگر را سوای خداوند به پرستش نگیرند. و اگر از این هم رویگردان شدند، شما بگویید گواه باشید که ما تسلیم خداوند شده ایم. ای اهل کتاب، چرا در مورد ابراهیم مجادله و ستیز می کنید؟ در حالی که تورات و انجیل بعد از او نازل شده. چرا عقلتان را به کار نمی اندازید؟ گیرم در آنچه به آن علم و آگاهی دارید مجادله تان روا باشد. چرا در مورد چیزی که به آن علم ندارید مجادله می کنید؟ در حالی که خداوند می داند و شما نمی دانید. ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی، بلکه حنیفی بود که تسلیم امر خداوند شده بود و در زمره مشرکان نبود. بدانید کسانی که از ابراهیم تبعیت کردند و نیز این پیامبر و اهل ایمان نزدیکترین و سزاوارترین مردم به ابراهیم هستند. و خداوند سرپرست اهل ایمان است. گروهی از اهل کتاب آرزو دارند تا شما را گمراه و حیران کنند، حالان که نمی‌دانند کسی غیر از خودشان را گمراه نمی کنند. شعور درک این معنی را ندارند. اهل کتاب، چرا به آیات خداوند کفر می‌ورزید، در حالی که شما به حقانیت آن واقفید و خود گواهید؟ ای اهل کتاب، چرا قامت حق را با ردای زشت باطل می‌پوشانید و حقیقت را کتمان می‌کنید، در حالی که به این امر آگاهید؟ گروهی از اهل کتاب گفتند بروید و به آنچه بر اهل ایمان نازل شده در ابتدای روز ایمان بیاورید، اما در انتهای روز انکارش کنید تا شاید از ایمانشان دست بردارند. باز گفتند جز آن کسی را که از دین شما تبعیت می کند باور نکنید. اما تو ای پیامبر بگو هدایت فقط هدایت خداوند است.
اهل کتاب به یکدیگر گفتند: تصور نکنید همانند آنچه به شما عطا شده به دیگران نیز داده شده تا به وسیله آن در پیشگاه خداوند به مجادله با شما برخیزند. ای پیامبر بگو فضل و رحمت به دست خداست و آن را به هر که بخواهد می‌دهد و خداوند گشایش دهنده و داناست. هر کس را صلاح بداند رحمت خاص خود را نصیب او می‌کند و خداوند صاحب فضل و بخششی بزرگ است. در میان اهل کتاب کسانی هستند که اگر ثروت زیادی را به رسم امانت به آنها بسپاری به تو باز می‌گردانند. و نیز در بین آنها کسانی هستند که اگر حتی دیناری به آنها به امانت دهی به تو باز نمی‌گردانند مگر آنکه بر آنها مسلط باشی. زیرا میگویند ما در قبال امیین مسئول نیستیم و این سخن کذبی است که بر خدا میبندند در حالی که خود به باطل بودن آن آگاهی دارند. آری، هر کس به عهد خویش وفا کند و پرهیزکارانه حرمت آن را نگه دارد بداند که خداوند پرهیزکاران را دوست دارد. و آن سوداگرانی که پیمان خدا و سوگندهایی را که خورده اند به بهای اندک و ناچیز دنیا می فروشند بدون تردید در آخرت بهره‌ای نخواهند داشت و خداوند در روز قیامت با آنان نه سخن می گوید نه حتی به آنها نظر می افکند و نه آنها را پاکیزه می گرداند و این عذاب دردناکی برای آنهاست. از میان آنها گروهی هستند که شیوه گفتارشان را مثل کلام خدا می کنند تا تصور کنید آنچه می گویند از کتاب خداست، در حالی که ارتباطی به کتاب خدا ندارند، هرچند ادعا می کنند از سوی خدا آمده. اما چنین نیست و آنها بر خداوند بزرگ افترا می بندند و آگاهانه این کار را می کنند. هیچ بشری را سزاوار نیست که خدا به او کتاب و فرمانروایی و نبوت عطا کند آنگاه به مردم بگوید بندگان من باشید نه بنده خدا، در حالی که سزاوار است مردمی ربانی باشید همچنان که کتاب خدا را می آموزید و درس می گیرید. و کتاب خدا به شما دستور نمی دهد که فرشتگان و پیامبران را به عنوان خدایان برگزینید مگر ممکن است شما را به کفر دستور دهد، آن هم بعد از آن که تسلیم حق شده اید. به یاد دارید هنگامی که خداوند از پیامبران پیمان گرفت حال که شما را از کتاب و حکمت بهره مند کردم به پیامبری که به سویتان می آید و آیین شما را تصدیق می کند ایمان بیاورید و یاریش کنید. و خدا ادامه داد: آیا اقرار کردید و عهد مرا پذیرفتید؟ همگی گفتند آری، اقرار کردیم. و خدا گفت پس گواهی دهید، من نیز همراه شما گواهی می دهم. پس هر کس از این به بعد نافرمانی کند بدون شک از زشتکاران بدنیت است. یا دینی به غیر از دین خدا می خواهند، حالان که در حقیقت هر که در آسمان ها و زمین است چه بخواهد چه نخواهد تسلیم خداوند بزرگ است و همه به سوی او باز می گردند. بگو ما به خداوند بزرگ و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و فرزندانش و نیز به آنچه به موسی، عیسی و پیامبران از سوی پروردگارشان داده شده ایمان داریم. هیچ فرقی بین آنها نمی‌گذاریم. زیرا ما تسلیم محض امر خداییم. هر کس غیر از تسلیم بودن در برابر خداوند دینی برگزیند هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و قطعاً او در آخرت از زیان دیدگان خواهد بود. چگونه خدا قوم کافر و ناسپاس را هدایت کند در حالی که قبلاً ایمان آورده و گواهی داده بودند که پیامبر حق است و دارای دلایلی روشن است. بدانید خداوند بزرگ قوم ستمکار را هدایت نمی کند. جزای آنها این است که نفرین خدا و فرشتگان و همه مردم بر آنان باد. در فضای این نفرین جاودانه بمانند و در این عذاب هیچ عفوی شامل حالشان نمی شود و هیچ مهلتی نخواهند داشت
مگر آنکه بعد از این توبه کنند و نیکوکار شوند. بدانید خداوند بزرگ بسیار آمرزنده و باگذشته است. کسانی که ایمان داشتند سپس کافر شدند و روز به روز بر کفر و ناسپاسی خود افزودند، هرگز توبه آنها پذیرفته نخواهد شد، زیرا آنها همان گمراهانند. آنان که نسبت به حقایق کافر شدند و با همین کفر نیز مردند، اگر بخواهند به اندازه تمام کره زمین طلا بدهند تا خود را از عذاب الهی بازخرند، امکان پذیر نیست. برای آنها عذابی دردناک است و هیچ یار و یاوری ندارند. به مقام شامخ نیکی نمی رسید مگر آنکه از آنچه خود دوست دارید انفاق کنید و ببخشید. بدانید هر چه را انفاق کنید خداوند از آن آگاه است. همه خوراکی ها برای بنی اسرائیل حلال بود، جز آنها که اسرائیل قبل از نزول تورات بر خود حرام کرده بود. و اگر غیر از این است بگو تورات را بیاورید و بخوانید اگر راست میگویید. از این پس هر کس بر خداوند دروغ و افترا بندد بدون شک از ستمکاران است. بگو خدا راست میگوید. پس از آیین یکتاپرستی ابراهیم تبعیت کنید، زیرا او از جماعت مشرکان نبود. اولین خانه‌ای که برای مردم بنا شد همانی است که در بکه است و این خانه مایه برکت و هدایت همه جهانیان است. در آنجا آیات و نشانه‌های روشن است. در آنجا مقام ابراهیم است. بدانید هر کس داخل آن خانه شود در امنیت است. و مردمی که استطاعت رفتن به خانه خدا را دارند باید به خاطر او حج را به جا آورند. و هر کس نپذیرد و انکار کند بداند که خداوند بزرگ از همه جهانیان بی‌نیاز است. بگو ای اهل کتاب، چرا آیات خداوند را انکار می کنید حالان که خدا شاهد عملکردتان است؟ بگو ای اهل کتاب، چرا راه خدا را بر آنها که ایمان دارند می بندید و می خواهید که آنها منحرف شوند، در حالی که خود شما گواه بر درستی راه هستید؟ بدانید خداوند از عملکردتان غافل نیست. ای کسانی که ایمان آورده اید، مراقب باشید چنانچه گروهی از اهل کتاب را تبعیت کنید، بیشک شما را بعد از آن که ایمان آورده اید به وادی کفر و ناسپاسی باز می‌گردانند.